قاتلان 7 نفر شهروندان و کودکان بیگناه، یغماگران پول و مال صاحبکاران و مبلغ عمومی زیاده از 1,600,000 سامانی معین کرده شدند که اساساً عضو یک عائله ساکنان شهر خوجند برادران رحمت محیدی بهاویچ سال تولدش 1966 ساکن شهر خوجند کوچه جورا زاکر خانه 303 موقتا بیکار. رحمت علیم بهاویچ سال تولدش 1971 ساکن شهر خوجند کوچه جورا زاکر خانه 303 و فرزندان آنها رحمت اطهم محیدینویچ سال تولدش 1997 ساکن شهر چکالف شهرک پالاس کوچه اورژای خانه 11 موقتا بیکار. رحمت و سرویناز محیدینونا سال تولدش 1989 ساکن شهر چکالف کوچه کوچت خانه 17 فروشنده محصولات جواهرات در مرکز سودای حاجی عبدالعزیز شهر خوجند. رحمت قیام‌الدین علیموی سال تولدش 1995 ساکن شهر خوجند کوچه جورا زاکر خانه 303 موقتا بیکار. نفرانی می باشند که خون ناحق ریخته و رزق حرام به دست می آوردند و لقمه را خود آنها و فرزندانشان تناول می نمودند که از آن بوی خون می آمد. به زحمت به دست آوردن ثروت مقصد است که آنها را به گرداب جنایت ঠেলে می‌داد و در هر نوبت کردارهای وحشیانه‌تر صادر کرده حملهایشان یکی از دیگری دهشت‌انگیز و بی‌رحم‌تر می‌گشت. چنانچه 20 فوریه سال 2005 تقریباً ساعت‌های 8:00 دقیقه برادران رحمت محیدی بهاویچ و رحمت علیم بهاویچ در روی ماشینگردی بین بیناهای 51 و 53 کوچه مسکو شهر چکالف قرار داشته با استفاده از اتومبیل تمغه وز 2107 رنگش سفید، اتومبیل تمغه گاز سیویک دا علامت قید دولتیش T4990 RT02 تحتیدارای شهروند محمود ایوبجان نعمتویچ سال تولدش 1973 ساکن شهر چکالف کوچه مسکو خانه 49 اجرای 5 قرار داشته را من راننده و همسر آخران آسیم و دلفروزخان ارولاینا سال تولدش 1975 را مورد لطوکوب قرار و از اتومبیل فراورده واسطه نقلیاتی نام برده را که در نشستگاه قفای آن سمکه ورزشی با زیاده از 100 نامگوی محصولات طلاواری و مبلغ عمومی 120,000 سامانی موجود بود اداره نموده از جای حادثه غیر زدند. نسبت این حادثه سال 2005 پرونده جنایی با ماده 249 قسم 4 بندهای ب کدکس جنایی جمهوری ترکستان آغاز گردیده بود.